بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولیه و الصلاة علی نبیه و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم محترم برادران اهل اسلام و خواهران عزیزم. و من یک خواهش میکنم که از طرف شما یاردم کنه که من 3-4 دقیقه گپم تکرار نمیشه. و دیگه همه که در وقت صحبتم رئیس حزب نگاه نمیکنم که من اشاره میکنه که خیلی گپو نزن. برادران محترم، یکم درجه در روی دنیا سیاست اسلام است. من در نزد استادم حضرت مولای محمد جان که با لقب گویا که هندستانی میگفتند، قوقندی میگفتند، من الحمدلله از جوانی تا مرگ شد که حتی در قبر من ماندمش. تمام سیاست های اسلامی را اگرچه همش نخونده باشم شنیدم از استادم. برادران محترم، من حاضر اثبات میکنم که عیب کیه ناآرامی، عیب کیه اثبات میکنم انشاءالله. و پیش از همین اثبات کردنم یک چیز در دل من او را بگم که از حضرت احسان محمود جان بسیار صحبت خوب کردن. یک چیزم در همین باره گفتنی هستم، برای که همین علمی که کسا گفتن همه ده سختتر در دل من است. در بیناموسی علما یک عالم چقدر عالمی با قوت زور بدست بسیار حکمت ها را یک کتاب کرده همراهش میگردونده است. حکمت های عجایبه. یک روز در معرکه استاده است که خیلی صحبت کرده است. پس از صحبت خسته است مثلا قرغان که جای می رفته است که کتابش گرفته است و پس راه دوره یک نون گام در بالای کتابش مونده است. بیرون برمده است که یک رفیق شدید است. بعد با او سلام کرده کتاب نان قطعی در بالای همون صفحه چه مونده است که یا سگ همون بوی نان شنیده همون کتاب نان گرفته برفته است. این عالم همه را مونده است قفاز برای همون حکمت های کتابش دوید است قفای همون سگ. بعد هر که میبینه او را همه میشناسن. از تقصیر چی گپ قفای سگ میدوی؟ او گپ نمیزنه، نمیگن که کتاب عزیزش در این جای. خلاصه افگار شد داره. بعد دیگرها گفتن که ما میریم همون نان تا میگیریم. نه خب گفت کتاب اوجا. در بازگشت دیگه او آدم ها از قفای سگ رفتن و این بازگشت. گشتی یک آدمی بزرگ داره گفت حضرت چی گپ قد میدوی؟ گفت که آخی کتاب ما سگ بود. گفت حیف با علم تا سگ بره. حیف با همه خیلی ملوگیه که شیطان برک در وسواس شیطان گفتی و او سگ شیطانه. برادران محترم، اکنون شروع میکنم با مقصدم. برادران محترم، من پیر شدگیم همه الحمدلله بی نسبت به همه که جوانا حال آگاهن اگرچه علمی هرچی که داشته باشن با پیری هم یک اسرار هست. با همه حیات ما همراه بزرگا گذروندم الحمدلله. همراه بزرگا حضرت ایشان عبدالرحمن جان، حضرت مولوی، تمام علما را الحمدلله که استاد ما خودم در قبر موندگی از همونجا دعا گرفتگیم. برادران، من از استادم سیاست اسلام آموختگیم. سیاست اسلام چیه؟ حاضر میگن که زمین و آسمان، حق باطل، راست چپ، هر یک چیز با همراش بغیر پروردگار که یکه و یگانه هر چیز دوتای. مثلا من حاضر دوتام، هیچ چیز بغیر پروردگار یک تا نیست. خب اکنون ما حاضر میگیم که در تعارف همه در تمام مجلس های دولت ها حقوق بشر این چوا تنها های شریکی چیه؟ حقوق بشر میگیم این شریک داره. چوا را ذکر نمینیم؟ اول حقوق الله های بعد حقوق بشر. برادرها اول حقوق الله های. چوا نمی حقوق الله رو ما شما نمیگیریم؟ فقط حقوق بشر. بشر تا خط کشیده را حقوق داره، اجازه حقوق نداره. مثلا من اگه سخن دراز نکنم که حاضر با زنس میزنه. از اول اسلام که خداوند حضرت بای آدم خلق کرد تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبرها فرستاد از بین ما و شما انسان. اگه من همه اخیرون شد بگم با قیاس کنه با تمام پیغمبرها
با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن نازل کرد. مشرکا اگه کوتاهش بگم که وقت کمه، مشرکا می اومدن میگفتن که ای محمد، رسولش نمیگفتن ای محمد انا همیجه قرآن دیگرگون که ما ایمان میاریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگفتن که حضور لیس من عند حضور من عند الله، میگو ای جانب من نیست که دیگرگونش کنیم، یا طرف خدا من حق ندارم. خلاصش بگیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جهان رفت به اجازت خدا، تا خدا منسوخ نمیکرد یگان آیت، پیغمبر یگان آیت حقی منسوخ کردن نداشت، از پیش خود حق نداشت. ایرا حقوق الله میگن. اومد در صحابه ها خود، پیغمبر از جهان رفت، این حقوق در صحابه ها خود با حقوق صحابه ها مشکل تر شد، برای که هم حقوق قرآن هم حقوق حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این با یه مشکل همین تا خلاصش بگم که آمد حاضر در پادشاهی خوردگه او حقوق. خب پادشاه تا کجا را حقوق داره؟ حقوق بشر تا کجا را؟ او در حقوق خدا دخالت حق داره یا نه؟ پیغمبر نداشت. بشر حقوق داره که در قانونی مثلا خدا را پایمال کنه یا که یگان دیگرگون کنه؟ بشر حق داره؟ نداره حق. ایدی کیه برادرها؟ ما اهل اسلامیم، 90 چند درجه همه تاجیکستان به زبان خود گفته ایستادیم که ما الحمدلله مسلمانیم. خب چی باید کرد؟ مثلا اینا شخصا من خدمت مثال بیارم، حقوق بشر تا کجا را های؟ من حاضر به همه مستفیدیم دولت پویسکپ کرد که 3 سال 2 سال خدمت میره، سرخم میگیرمش میرم، بگه خونه در دولت در کار خوب میگم بگیرش. این حقوق بشر حقوق داره. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ما دام امره فی طبق الاسلام. اطاعت کنه خدا و رسول اول الامر تونه مادام که امرش طبق اسلام باشه. ای مسلمان طبق اسلام. وقتی که طبق اسلام نیست امر مومنه کدم اطاعت کنه مشرک میشوه. پیشم خدا را همه میشناختن، مشرکان هم خدا را میشناختن، لیکن اطاعتی مسرخه میشن، سجده میکردن، همون خدایانشون برای که مشرکشون میگفتن برادرها، وگرنه او هم خدا را میشناختن، مشکلشون خدا را یاد میکردن. با حقوق ما اینا مثلا بگه که ماشین در کار ما، خونه در کار ما، خب چی زندگی دارید ما مرحمت خودت ارمیه برای خوب میخیز میرم. یکی بگن نماز نخون، روزه نگی، مسجد نره، درس نگو، یا حقوق بشر نیستن. خب یک تا مثلا حاضی من مستفیدم، یک خوجین یک سنگ یک تانه را بگه همین را بردار، اخم زورم نرسه ایدارم کنه و بعد بزنم همین دوبین کم بزنه که تشورم، اخی زورم نمیرسه. ای مسلمانو، من از زن و فرزند و خونه و در زندگی و همانده اسلام با من دوست نزدیکی. حاضر مثلا همه چیز ما بگیره برای که نگه همین مرده دروغ میگه یا که درویه، برای همه چیز ما بگیره، من روزی پروا ندارم. یکی در مقابل اسلامم انا همه جا شهادت در همه جا توغری میگیره، نه برای یک کس وظیفه‌ش گرفتن، نه برای یک کس دشمنی شخصی کردن یا نیستن. ما و شما این فکر در وجود ما انشاءالله نیست، در فکر نمیاریم. ما بدبینیمو به خاطر هایی که دینمون چی کرده مقابلتی که ایستادن، ما مقابل دینمو مثلا که چی کرده ایستادن. فرزندامو مسجد نره، هر روز در مسجد اکثر وقت خطیبا میگن که فرزندا از راه بره شدن، مکتب و مکتب جنگ داره. بعد یه روز نشید آخی جمعه در سرم پیشم خیستم، گفتم هموی نصیحت مینی در جوان 4 مصفیده در جوانو رو آخی نصیحت کنه در از راهی باد بگردن. برای همین برادران محترم اگه زنگ هم زد که اخیرون استفاده نتیار میکنیم انشاءالله، از شما خواهش میکنم من یک همچنین موسفید، ما و شما چیزی عداوت به هیچ که انشاءالله نداریم، نکنیم، برای وظیفه فکر نکنه، فقط مقابلتی چیزی که باشه با جان مقطعی به همه در مقابل که کدمه به مقابل دین مو زید میبرویه و قانونهای میبرویان که گویا که ما را عیبدار مینن. اخی ما مسلمانیم، چی منا از دین به مقصد میفرمی که مسجد نره؟ این ظلم نیست حق من؟
ظلم نیست همین ده حق من. یا که همین که خوندم درس نگو. همه را همین ملوها با سر قدرت برآوردن. باور منه که من یاد دارم که گهواره را با روسی علم گفتن سپیدتی بودش کمسمال بودش پیانیر. این خیلی علم گفتن. این قانون و این رسم رسوم ما ملوها در دست دادیم. همه ایو را نداشتن. با همین موقع عیب داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.